مسابقه شماره 1. برای فراهم کردن زندگی بهتر در جامعه، ما نیاز داریم که روابط عمیق عاطفی و انسانی، درک متقابل و تشخیص درست از یکدیگر داشته باشیم. ما خواهران و برادران، فرزندان، فامیل‌ها و دوستان شما در این دهکده جهانی هستیم. پس بیاییم در این مسیر یار و یاور هم باشیم. برای حمایت از ما لطفاً این فایل صوتی را لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله را هم بزنید. فایل های صوتی و تصویری ما را از دست ندهید تا بتوانید در مسابقات آینده ما به موقع شرکت کنید. لطفاً جوابهای درست را در این فایل صوتی انتخاب کنید و در سایت sosdisabled.org لینک SOS Disabled Bot را باز کنید و جواب خود را در آنجا به دقت انتخاب نمایید تا در مسابقه شرکت داده شوید. با سپاس. سوال 1. وقتی می‌خواهید در اماکن عمومی یک نابینا را راهنمایی کنید، بر اساس متن در گام اول چه عملی انجام می‌دهید؟ الف. به صورت ناگهانی دست او را می‌گیرید. ب. خودتان را معرفی می‌کنید. جیم. شما از او می‌خواهید که پشت سر شما بیاید بدون اینکه از او بخواهید بازوی شما را نگه دارد. دال. اول از همه شما باید تلاش کنید که اعتماد او را جلب نمایید. سوال 2. بهترین روش راهنمایی کردن یک شخص نابینا در اماکن عمومی چیست؟ الف. شما باید دست او را نگه دارید. ب. شما باید عصای نابینایی او را نگه دارید. جیم. او باید بازوی شما را نگه دارد، نه شما دست و بازوی او را. دال. شما باید بازوی او را نگه دارید. سوال 3. برای راهنمایی کردن یک شخص نابینا در اماکن عمومی چه اصولی باید رعایت شود؟ الف. وقتی که شما در حال راهنمایی او هستید، باید متوجه باشید که او به جایی برخورد نکند. ب. راهنمایی کردن یک فرد نابینا در اماکن عمومی کار دشواری نیست اگر شما به اصول ذکر شده در متن توجه فرمایید. جیم. شما باید با او صحبت کنید. دال. شما می توانید زیبایی های اطراف را به او توضیح دهید. سوال 4. بزرگترین دریاچه جهان در کجا قرار دارد؟ الف. شمال ایران. ب. شرق ترکیه. جیم. جنوب ارمنستان. دال. شرق تاجیکستان. سوال 5. ایران و یمن به کدام دو تنگه حیاتی دنیا مشرف هستند؟ الف. هرمز و باب‌المندب. ب. هرمز و مالاکا. جیم. باب‌المندب و سوئز. دال. پاناما و هرمز. با سپاس از شرکت شما در این مسابقه. امید است که در مسابقات آینده ما شرکت کنید و جایزه ببرید. تیم SOS Disabled. تماس با ما: واتساپ 2044 79 88 86 66 79. ایمیل info@sosdisable.org و info@sos.gmail.com. وبسایت sosdisable.org.